مراجعت به ساکنان شهر ایسار. من نوربتاєва میچگونه روزی سنه 26 март سال 2020 مادری من پاچشان کمتر درد میکردند و به خانه همسایه میرفتند با کالکنی. درباره او زن نمیدانم، معلومات ندارم آیا دیپلم دارد یا ندارد. مادرم کالکنی میرود ساعتی 5 سحر به یک بچه خانه مونده میبرد. میگم کی باشد اکم باشد میبرم که در گوشش تلفن خسته برآمده رفتم. امی زنی اودینایف محمورات فهمیدم که در خانه هوایی آمدم. مادرم یک دستش با این طرف، یک دستش اون طرف، یک پایش این سو، یک پایش اون سو، لباسش تار همی بالا کردگی، سرش لیچ. میگم بیا مادرم رو گیرم بلنیسه بره. میگم مادرم وزمین است. میگم من گفتم تو سری دو زنه خوردی و زنی همه خبوز بلای نخوا که تو یک مادری من رو دستش یا از پایش گرفته نتونی تو داری بلنیسه نبری. خیلی مادرم رو بردیم. اوشه از ذهنش خف رفت، از اخلاقش همه خیلی رفت. در یک دستم فرزندم، در یک دستم مادرم. بچهش میگه ماشینه های کن تستر ما خیزم رویم به بلنیسه. بچهش میگه که استه های که یکم جوای نکنیم. بردیم بلنیسه در مادرم رو ماندیم. گفتم حاضی میبیایم. تا آمدم از خونه دوباره برمیگردم مادرم رو تا خونه گرفته آورده سو. میبیم دخترم میگم کنی، میگم مادر در خونه تا میبیم مادرم رو اوژه کفن تیار کردن، قبر رو کندن، قبر نیم کالا مادری من رو به قبرستان بردن و گور کردن. من مادر داشتم، مادری من رو دستگیری میکرد. من از با فرزندی خودم تنهایم. اینا من با کی گویم این دردی خودم رو که این مرد همه خلقتی زنش مادری من رو همه خلق کرد. سخنانی من رو هیچ کس گوش نمیکنم. با کی دعوا کنم؟ مادری من رو میخوراند و میپوشم. پدری من خودش کسل کرونا ویروس در روسیه. من مراجعت خود را به همه ساکنان شهر میکنم که همین مرد رو ببینند و چی کار است و برای چی این یگان خیلی دلسوزی از طرف این مرد نبود یا از طرف زنش نبود. نسبت همین اودینایف مامورات چاره قانونی ببینند، نظارت کنند زنش هم رو خودش هم رو. برای چی این خیلی دلسوزی از طرف اینها نبود.